برای که مردمی باشه گفتن از پایین باید شروع بشه و آمدن این کارو کردن. فاندریزینگ شده. الان امشب ساعت 12 شب اون عده که باید رای بدن برای تعدادی که میخوان در شورای ملی باشن، کامپیوتراتون حتما نگاه کنید، پاسخ بدید. به شما شماره کد میدن، چون شما قبلا رفتین نویسی کردین و یه شماره 1 و 2 یا A و B بودین، اون زمان رایتون رو میدید. خب بنابراین الان این کار یک کار ملی میان نیست. این کاری که داره انجام میشه با اون شیفتی بنیست که شاهزاده پادشاه ایران بشه. اصلا ایشون میگه این صحبت‌ها متن رژیم مطرح نیست. همه باید با هم متحد بشیم و این کار انجام بدیم. به طور کلی شیفتی جان راجع به شورای ملی چی فکر می‌کنید؟ بله. اول از اینکه آقایان عزیز راجع به این 34 سال که البته به چشم مثبت بخوایم بهش نگاه بکنیم، خیلی چیزا یاد گرفتیم، ولی از مرحله فقط صحبت کردن و تئوری ما بایستی وارد عمل بشیم. به خصوص با این موقعیت و شرایطی که در ایران هست و خفقان و سرکوب و فشاری که روی مردم هست و اونها اصلا هیچ امکانی وجود نداره که بخوان برخلاف یعنی براندازی بکنن و این حرفا. اینه که وظیفه ما خارج از کشور هستش که در این موقعیت حساس اون صحبتی که کردیم، اول از که احساس بکنیم که باید تغییر رو نه فقط در سطح بالا عوض کردن باشه، از پایین شد. و این پایین شروع شدن از کجا شروع میشه؟ از تک تک ما شروع میشه، از همون مشارکتی که گفتیم شروع میشه و از اینکه ما باید در تجمعات شرکت بکنیم و تبادل فکر و نظریات بکنیم. الان خیلی کار قشنگی کردن شاهزاده و این شورا به وجود اومده. این شورا به وجود اومده و فرصتیه که گفتمان درش انجام بشه و درش تا اونجا که من میدونم به سوی همه باز هستش. همه طور تفکر و نظریات و واقعا من فکر می‌کنم که فراحزبی و فرامسلکی و فراجناحی هستش و باید هم اینطور باشه، چون ما یه هدف مقدس داریم و اونم نجات آزادی ایران و مملکتمون هستش و این شورا به زودی عمرش به سر بیاد. بله تازه اون انتخابات وقتی تمام بشه تازه کار فعالیت این اعضا و اون سخنگو شروع میشه. بله. این نیست که بگیم 27 و 28 اپریل رفتن تموم شد، تازه اونجا شروع، یعنی یک خانه ساخته میشه که از داخل اون خانه میشه براندازی حکومت ملاها رو اون کسانی که نمایندگان مردم هستن بیان شروع بکنن. کمیته‌های مختلف خواهند داشت، گروه‌های مختلف خواهند داشت و یک سخنگوی انتخاب میشه که میتونه دنیا باش ارتباط برقرار بکنه. الان اگه دنیا بخواد با ایرانیان ارتباط برقرار بکنه میگه با کی صحبت بکنم، ولی اون زمان به اون سخنگو اتوریتی داده میشه که بیان به سطح جهان بگه ما ایرانیان نشنال کانسل هستیم و این شخص سخنگوی ما هست، به جایی که به کشور ما حمله بکنن یا مرتب تحریم‌ها رو بیشتر بکنن و همیهنان ما در داخل ایران زجر بیشتر ببرن و آخونده اصلا باکشون نباشه، اون زمان میشه به خصوص موقعیتی که دنیا در مقابل جمهوری اسلامی به خاطر مسائل انرژی اتمی ساده کاری انجام بشه. این کار رو همه باید هم که من میدونم شیفته نازنین هم به پاریس تشریف من با این همه گرفتاری که دارم ولی واقعا احساس میکنم که باید شرکت بکنم و همه بایستی شرکت بکنن و یک فرصت خوبی هستش، یک کار تاریخی داره برای اولین بار یک پایگاهی به وجود اومده که دوستان بتونن به اونجا برن حرفشون رو بزنن، حرف درد دل مردم داخل ایران رو بزنن و این دلیل این نیست که بخواد نسخه پیچیده بشه برای داخل ایران، نه، در واقع این شورا یک دریچه روزنه، یک فرصتی است که اون انعکاس داده بشه در داخل ایران، نیروی مبارزاتی در ایران و هدف واقعا بانو شیفته این هست که بعد از 34 سال
ما برای مسائل انرژی اتمی ایران اصلا برای ما مهم نبود باشه و نیست. ما حقوق بشری که در ایران از مردم گرفتن، این شورا نمیده که بگه شما نمیدونم سازمان بنر قطعنامه صادر کرده برای مسائل انرژی اتمی. هدف این هستش که ما اون چیزی که مربوط به ما از دستش دادیم پسش بگیریم، نه با خشونت، نه با کارا که واقعا جمهوری اسلامی میخواد بکنه در سوریه و در سطح جهان داره انجام میده، با نافرمانی‌های مدنی. برای این کار باید زمانی انجام بشه که دنیا قبول بکنه که ماها با هم متحد شدیم. بله. شورایی داریم، سخنگویی داره و اون زمان وقتی مثل در سال 2009 جوانان میریزن بیرون میگن خامنه‌ای تو قاتلی، رأی منکوب و در واقع هدف اونا ساختار شکنی هست، آقای اوباما نمیاد بگه که ما در امور داخلی ایران مداخله نمی‌کنیم. دقیقاً این صحبت کرد we do not interfere with the internal affairs of ایران. اون زمان شورای ملی تشکیل شده، سخنگویی داره، میدونن که کشور نباید اصلا بپاشه و میان صحبت میکنن و مورالی ما نه ازشون پول میخوایم، نه اسلحه میخوایم، نمیخوایم به کشورمون حمله بکنیم. بنابراین هر ایرانی میان پرستی باید حمایت بکنه و کار شورا بعد از 27 و 28 شروع میشه که چگونه این مسیر به جلو بره تا روزی که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و انتخابات آزاد ایران انجام بشه. یه تیکه از پخش بکنیم برای هیومن رایتس با صدای تصویر شما حقوق بشر شما و جناب مرتضی هستش. و باز برمیگردیم صحبت میکنیم. فرصت برای خط باز کردن نازنینان هست. بعد از برنامه اگه ساعت 7 هم گذشتیم بانو شیفته اینجا هستن و با شما نازنین صحبت میکنن. پس گوش کنیم و نگاه کنیم به حقوق بشر با صدای شیفته نازنین و مرتضی عزیز. Holland and Belgium. اگر من سپیدم سیاهی تو گرد، اگر رنگ او سرخ یا آن که زرد، اگر من زنم هم تراز تو مرد، اگر کودک فقر و فرزند زر، همه از تبار زمین جنس خاک، همه عضو یک پیکر از یک گوهر، نماند دگر عضوها را قرار، چو عضوی به درد آورد قهر درد. آزادی قلم، آزادی زبان، آزادی سخن، آزادی مرا، بهر کسب آزادی ظلم و سازش آبادی محکوم باید گردد، زندان شکنجه اعدام، مسلمان و هندو، زن کشته شیندو، بهایی و بودا، مسیحی و هندو، و در هر مرام هر اندیش راز، نجات و بقا و رهایی بجو. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌گیم. و در هر مقام و به هر پیشه‌ای اگر کار
زجر و آزار هم. چرا ریشه خویش را تیشیم که با همچو گل‌های رنگین ز خاک هزار شاخلی هم تن و ریشه‌ایم. آزادی بشر گر شود مرام ما آبادی جهان، ریشه مدام ما سازش و برابری گر شود شعار ما آخر اهرمن شود عاجزان رام ما. رسد آن که روز نباشد نیاز برای رهایی به جنگ و ستیزی، برای نشستن سر سفره خاک نباشد نیازی به رزم و به مرزی. آن ای بشر ببین چه ها کشیده ای، رنگ صلح و سازش و صفا ندیده ای. از پی هزاره ها نبرد با اهرمن ها به آرمان اهورمزدا رسیده ای. ای بشر ببین چه ها کشیده ای، رنگ صلح و سازش و صفا ندیده ای. از پی هزاره ها نبرد با اهرمن ها به آرمان اهورمزدا رسیده ای. ای بشر ببین چه ها کشیده ای، رنگ صلح و سازش و صفا ندیده ای. از پی هزاره ها نبرد با اهرمن ها به آرمان اهورمزدا. بله، حقوق بشر که در ایران از دستش دادیم. بله. ما به دنیا کوروش بزرگمون اهدا کرد، دنیا داره از حقوق بشر استفاده میکنه و کشور کوروش داریوش، کشور رضاشاه و آریامر، حقوق بشر درش اجرا نمیشه. و شیفته نازنین و شعر موزیک ویدیو ما کی هست؟ خانم پروین باوفا نازنین دیگه. اتفاقا یه فرصتی هست که من خورده آزرده خاطر بودن خانم باوفا، چون شاعر واقعا ارزنده هستن و هنرمند بسیار والا. یکی از آثار جدیدشون به نام زن پارسی، حماسه زن پارسی رو که چه شعر قشنگه، حیف که با خودم ندارم که دکلمش بکنم و انقدر زیباست و در خیلی جاها توی اینترنت به اسم کسان دیگه از جمله پروین اعتصامی، کسان دیگه اسم اونا گذاشته و ایشون ناراحت بودن که مثلا کارشون بوده. بله، این درست نیست. فقط یه فرصتی بود که من اینو اگه دوست داشتین میتونید بیاین روی خط هم صحبت بکنین، خوشحال میشین. بانو پروین باوفای نازنین. شیفته جان، این کار شورای ملی در 27 و 28 اپریل هست. بله. و در ماه خرداد این جمهوری اسلامی، این آخوندها دوباره میخوان برای خودشون انتخابات، ولی به نظر تمام کسانی که میدونن انتصاباته. بله. شما خود یه آهنگی دارید، موزیک است، بله. انتخابات رو تحریم بکنید. بله. کی تو موقعیتی که الان کشور ماست قبول داره که جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنن؟ مثلا مردم برن نمایندگان خودشون رو بذارن یا رئیس جمهور یا کسی دیگه انتخاب بکنن. اینا یه سری آخوندن اومدن و از خودشون یه زمانی رفسنجانی رئیس جمهور شه، یه جمع خامنه‌ای فعلا که ایشون رهبره، خاتمی رو میگذارن، این میان اون میرن. نازنینان هیچ کس نباید باور بکنه که در جمهوری اسلامی انتخابات اینا انتصاب سید علی خامنه‌ای است. شک درش نکنید. بنابراین خودتون رو گول نزنید. انتخابات بی انتخابات انتصابات و شما اگه میخوای کشورت آزاد بشه، اگه باور دارین که اینها اومدن شما رو سر کارت گذاشتن، باید به هیچ عنوان شرکت نکنید. بگذارید اون عده که جیره‌خوار رژیم هستن بیان کار خودشون انجام بدن. ولی رژیم میخواد از شما استفاده بکنه، بگه اینا اومدن دارن رأی میدن، دنیا میگن انتخابات کردن، خودشان هم میدونن دروغ میگوین. شما خودتون رو بازیچه دست این افراد نکنید. راجع به انتصابات یا انتخابات واقعا چی فکر میکنید؟ چگونه این همه گستاخن که با 34 سال این کار کردن باز دارن صحبت رهی مشاهره صحبتشون کنن؟ آقای رضایی گفته من اگر رئیس جمهور بشم رابطه بسیار خوبی از طرف مردم با شما یعنی با خامنه‌ای ایجاد میکنم. توجه فرمودین؟ اینا چرا این کارو واقعا دارن میکنن؟ چرا؟ خب اینا به خاطر اینکه نمیتونن دست بردارن از این قدرت، از ایران، از این ایران زیبای ما. بله اینه که متاسفانه این اشغالگران این مملکت به این زیبایی رو با این قدمت تاریخی و این همپا اینا اومدن تصاحب کردن و ملت اونجا دربند هستن و برای همینه که الان ما بایستی صدای درون ایرانمون باشیم و الان واقعا مستلزم با هم بودن، در کنار هم بودن، فقط با هم بودن و با یک آشتی ملی که ما میتونیم این خونه رو از بنیاد دوباره بنا بکنیم. با
کینه و با نفاق و با قهر کردن ها و اینها واقعا کاری از پیش نمیبریم. امیدوارم که در این سال جدیدی که شروع شده ما واقعا سعی کنیم که با یک لحن بهتر با هم دیگه، گروه های مختلف، ما همه ایرانی هستیم، همه خواهر و برادر هم هستیم، کشور ماست، از همه مهمتر اون انسان مداری ماست، ایران ماست، اون عشقی که در اون کلام سعدی و حافظ و مولانا و اون عرفان ما، اونها رو فقط نباید تو شعرامون داشته باشیم، بیایم و واقعا بهتر همدیگر رو درک بکنیم، بیشتر همدیگر رو تحمل بکنیم، از این منمها عبور بکنیم و به اون اهداف بزرگتر فکر بکنیم، به این هدف مقدسمون که آزادی میهنمون هست فکر بکنیم. اینقدر حزبگرا و مسلکگرا و چه میدونم خودگرا نباشیم و از این مراحل باید عبور بکنیم. اونجا دارن ملت داغون میشن، وقت نداریم انتخابات کذایی در راه، سازش کشور خارج با اونا هست، همه اینا در راه و الان یک فرصتی هست که با همه تمرین بکنیم کار گروهی کردن رو و این تمرین داره انجام میشه، با شورای ملی داره انجام میشه. بله و واقعا در فردای ایران اگر که ما نخواهیم که این کار گروهی رو انجام بدیم، به فرضم که ما این حکومت رو عوضش بکنیم، تغییر بکنیم، یه دونه حکومت دیگه هم بیاد، اگر که مردم دخالت نکنن، مشارکت نکنن، خب بازم یه قدرت سیاسی میاد همه رو گروگان میگیره. پس هدف ما باید چی باشه؟ هدف ما باید این باشه که ما بتونیم این تجمعات مردمی رو بیشتر بکنیم و اتحاد در سطوح مختلف حرفه‌ای، قشرهای مختلف و نظراتمون، تفکراتمون رو با هم در میون بگذاریم که قدرت جنبش مردم سالاری، اون مردم سالاری بیشتر قوی باشه، نه فقط که الان نیست فقط آخوند سالاری، فقط آخوند سالاری هستش و قدرت‌های سیاسی. بله. و چیکار باید کرد؟ باید قیام کرد، قیامی که صلح‌آمیز باشه، با نافرمانی‌های مدنی و با اتحاد و تک تک نبودن. موزیک ویدیو بسیار زیبا از شیفته نازنین و شایان هست به اسم قیام، ما اجازه بدین پخشش کنیم. قیام ما یا انتخابات گفتین، هر کدوم که آماده باشه. بله. انتخابات میتونین قیام رو پخش کنیم، بعد میریم وقتی قیام کردیم تو انتخابات شرکت نمی‌کنیم. بنابراین قیام ما رو پخش کنین سیاوش جان و انتخابات هم بعدش پخش می‌کنیم. جانم؟ انتخابات حاضره؟ بله. به انتخابات بریم. انتصابات رو قیام ما اوکی. شایر مبارز امید آینده اید، دانشجوی مبارز نترس از اهریمن، آذری و بلوچی لرزوندی پشت دشمن. ملت بس نشستن، بس لقا رو بستن، زنجیرهای ظلم و حالا باید شکستن. ملت بس نشستن، بس لقا رو بستن، زنجیرهای ظلم و حالا باید شکستن. قلبای ما با شماست،
حرف شما حرف ماست ایرانی، ادامه دار راحت مردم پشت و پناهت، کردستان، خوزستان، لرستان. شروع شد دشمن بی آبرو شد، طلوع شد آی طلوع شد، قیام ما شروع شد. ملت بسته نشستن، بسته لبا رو بستن، زنجیرهای ظلم و حالا باید شکستن. ملت بسته نشستن، بسته لبا رو بستن، زنجیرهای ظلم و حالا باید شکستن. قلبای ما با شماست ایرانی، حرف شما حرف ماست ایرانی، ادامه دار راحت مردم پشت و پناهت، ایرانی، مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی. ایران ما ایرانی، آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ایران ما ایرانی، آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ایران ما ایرانی، آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ایران ما ایرانی، آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ایران ما ایرانی، آزاد باید گردد، بله، برای آزادی ایران باید قیام کنیم. بله. قیامی که تک تک ما در شرکت داشته باشیم، در غیر این صورت جمهوری اسلامی میماند و کشور ما رو نابود میکنه. شیفته نازنین در 2005 تونجی خاطرم هست در مقابل کاخ سفید اومد اونجا صحبت کرد. شیفته واقعا همیشه در صحنه بوده، همه ما باید در صحنه باشیم. شده شغل شیفته جان، شما شغل دیگه نداریم واقعا، یا موزیک شغل 24 5 ساعت است و واقعا کار سنگینی هستش، میدونین. و شما نازنینان باید کسانی که به این طریق واقعا دارن برای ایران صحبت فعالیت میکنن حمایتشون بکنید. درسته که خب بقیه کمرشال هستن، دستشون درد نکنه، ولی کسی که خب میاد تمام عمر و زندگی و وقت و درآمد و سرمایه زندگیش میگذاره باید بیش از همه حمایت بشن. شما این حمایت رو واقعا باید من توقع داشته باشم از در مردم که وقتی میان قدمی برداشته میشه سپاس گفته بشه و این تشویق بشه که بیان کارهای بیشتری انجام بدن. هر یک از این ویدیو کلیپ ها واقعا زحمت کشیده، خزینه داشته، بیان کمک بکنن از این موزیک های ساخته بشه. به خصوص شیفته جان، من فکر کنم از داخل ایران باید این مقدار کمک بگیرین که این جوانان با شما ارتباط برقرار بکنن. خیلی خلاق هستن، شعرها، موزیک های بسیار زیبایی میسازن، میتونن با شما همکاری بکنن. این مقدار با همه صحبت بکنن در داخل ایران که شیفته باز برای اینکه من داشتیم صحبت می‌کردم راجع به لشکر یه نفره بودم و البته خب من یه مقداری خودم گفتم که دوست داشتم سلیقه‌های خودم توی اون ویدیو رو به کار برم، ولی بعد از این طرفی صحبت کردیم راجع به کار گروهی و کار تیم ورک کردن، مخصوصا کار هنری. 100% من خوشحال میشم اینقدر این نسل جدید ما به قدری اینها باهوش، با استعداد
هستن که من بهشون افتخار میکنم. باور کنید اینو از ته دل میگم، بهشون افتخار میکنم. و چقدر زیبا میدرخشن واقعا. من این موزیکایی که اومده اخیراً، حالا نمیدونم بگیم در 7-8 سال پیش، اینها گوش میدم به وجد میام، به وجد میام، ازشون الهام میگیرم و باشون در تماس هستی؟ باشون گهگاهی باشون در تماس هم، ولی بیچاره‌ها بعضیشون ما وحشت دارن که کار بکنن. خب میگن که یه مقدار خب از نظر من توی لیست قدغنا هستم، ولی میشه بالاخره میشه یه کاری انجام داد و من دعوت میکنم حتما از ایمیل شیفته جان زیر صفحه هست. سیاوش جان اگه لطف کنین اون چیزی که حرکت میکنه برش دارین و یادداشت بکنین، با شیفته در تماس باشین، به خصوص برای این ویدیو موزیک بسیار، برای آهنگ ها، به خصوص میگم این آهنگ های جدیدی که این سبک های جدیدی که درست کردن واقعا زیبا، بسیار زیبا هستش و 100% من خوشحال میشم همکاری داشته با شما تماس بگیرن، هم فیسبوک هم جیمیل. بله، بعد میتونیم الان از طریق اسکایپ و اینا هم حتی میشه آهنگا رو گوش داد، خیلی تبادل نظر کردن، خیلی کارها انجام میشه داد و از لحاظ ساختن ویدیو خیلی من خوشحال میشم که کار باید انجام بشه. لطف کنین، شیفته آمادگی داره که با شما نازنینان در داخل ایران که الان تصویر و چهره زیبای این بانوی آریایی رو میبینید و باش همکاری بکنید و همکاری هر روز بیشترش میکنید و زمانی که شیفته میاد ایران میگه ما بودیم که در طریق اسکایپ و طریق موزیک ویدیو با هم همکاری کردیم. باید همه با هم متحد بشیم، کاری انجام بدیم. اون قسمتی که شیفته جان در مقابل کاخ سفید صحبت کردن، اگه سیاوشان لطف کنن پخش بکنن. خانم شیفته هنرمند عزیز و ملی ایران اینجا هستن، ازشون دعوت میکنم اجازه بدید که ما میخوایم در خدمت خانم شیفته امروز با هم سرود ایران و سرود آمریکا رو هم با هم بخونیم و این هست که چند تا صحبت کوتاه هم خانم شیفته دارن. ایشان هنرمند ملی هستن که در تمام برنامه ها پیشگام هستن و با ما در کنار هم قدم میزنیم و در راه وطن کار میکنیم تا بتونیم وطن را آزاد کنیم. منم We're going to have the singing. There's still stay for a few minutes. We've got a couple more very important speeches to come. با تشکر از دکتر کرسی for inviting me here and با تشکر از آقای فردوسی که میدونم خیلی زحمت کشیدن و تشکر از همه فعالان سیاسی و دیگر مبارزین و همه همیهنان عزیزم که امروز در اینجا تشریف آوردین. Long live the American Iranian solidarity. Long live freedom. Long live freedom. Long live democracy. Long live democracy. Ladies and gentlemen, the honorable members of Congress and American policymakers, members of the press, I am honored to be here among you and repeat one more time that these are the most critical times of my country, Iran. Let us remember the crimes of this theocracy and especially the lies and deceits of Rafsanjani. Let us not fall into the same trap again. This warning is especially directed to the American policymakers who might not have been serving in a public office during the first 8 years of Rafsanjani and might believe his lies. Ladies and gentlemen, do not believe Rafsanjani. Do not give in to pressure tactics of the Islamic Republic. Please invest in the people of Iran and not the Islamic regime. The Iranian people have so much in common with Americans. People of Iran
are one of the most reliable allies of the United States. Both people share the high ideals of human rights and Bill of Rights. Iranian looks at the American model as an ideal form of organizing government. Both people are victims of terror and unlike some of the other allies are committed to root it out. The Islamic Republic is the most active state sponsor of terror and has used terror with efficiency. Weapons of mass destruction are another subject that both people have so much in common. We do not need the Islamic regime to develop nuclear weapons. The people of Iran do not want nuclear weapons, but the Islamic regime does. They need the weapons of mass destruction only to use it as a bargaining chip to suppress the people of Iran and guarantee their survival based on terror. Peace-loving people of Iran, like Americans, support peace, prosperity, and progress in the Middle East. We need the American support to challenge the terrorist regime of mullahs and root out terror, misery, and poverty from the region. That's right. Long live the American-Iranian solidarity. Long live freedom. Long live democracy. Thank you very much. Our next speech. زمان به سرعت میگذره. 2005 الان 2013. 8 سال پیش. اون زمان شیفته میگه کشورمون در موقعیت خطرناکی است و این خطر هر روز بیشتر و بیشتر شده. الان به جای رسیدیم که در پرتگاه هستیم. در پرتگاه هستیم. تحریممون کردن، دارن خط و نشون میکشن که بهمون حمله بکنن و ایران رو تیکه پاره بکنن. بنابراین باید کاری کرد. بله. ساعت داره به سرعت میگذره. اگه موافق باشین من فکر کنم خطا رو باز کنیم بانو شیفته، چون ساعت 6:30 داره میگذره. خطا بازه. الان که می‌خواستین تشریف بیارین سوالی دارین مثل که بر روی چیز باشه از تلفن حفظ نازنینان. الان سیاوشان شما تلفنم زیر صفحه میذاره 818 564 4013. خطا باز میشه، تشریف میارین صحبت میکنین و بانو شیفته که یه مقدار تأخیر داشتن ولی امشب اومدن با دست پر و صحبت‌های جالبی کردن. دوست دارید با صحبت بکنین، در خدمت شما هستیم. بنابراین منتظر خطا میشیم و فراموش نکنید تمام این کاری که داره انجام میشه برای کشورمونه. شیفته نازنین در صحنه است. تلویزیون ایران آریایی. من برای شیفته جان توضیح بدم. شیفته جان تلویزیون 100% ما سیاسی هستیم و سومین سال رو شروع کردیم. تمام هزینه‌های تلویزیون رو هممیانان ظرف 13-14 ماه گذشته انجام دادن و این کار واقعا بی‌نظیریه. علتش اینه که ما اتحاد رو تجربه کردیم. در استودیو و از طریق اسکایپ نزدیک 20 نفر رو داریم که میان با هممیانان صحبت میکنن. از طریق اسکایپ از کشورهای مختلف میان، از سوئد، از فرانسه، از آلمان و بر صورت یه کار متفاوت داره انجام میشه. این است که خطا داره روشن میشه. الان میگیریم خطا رو و این اتحاد نمونهش تلویزیون ایران آریایی است. وقتی همه با هم اتحاد پیدا بکنیم کار کشورمون انجام میشه. وقتی اتحاد نکنیم این آخوندا، این جنایتکاران با هم متحد شدن، هیچ وقت میگن کار دسته خودشون نمیبره یا چاقو دسته خودشون نمیبره، همشون با همن. فرق نمیکنه انتخابات میخوان بکنن، اینا تمامشون میخوان رژیم بماند و سر کار بمانن و کنار نرن. ما باید اتحاد پیدا بکنیم، با شورای ملی میشه این کارو کرد و تک تک ما وظیفه خودمون انجام بدیم، کشور آزاد میشه. الان 4 تا خط روشنه، بازی که من میگیرم خط شماره 1 پوزش میخوام. خط شماره 1 صحبت بکنیم با بانو شیفته که گوش میکنم بهتون. درود به شما جناب آقای وطنخواه، درود به خانم شیفته. درود بر شما. میتونم راجع به شیفته صحبت بکنم؟ بفرمایید. نازنین صحبت بکنین حتما، چرا که نه؟ اولا واقعا هنرمند ملی به شیفته عزیز میگن. تشکر میکنم. از هر لحاظ، چه از نظری که طبیعت به اون خوشگلی و چه اون زبان و اون صدای لطیفی که خداوند به شیفته داده و این هنرمنده باید بدونن که هنرمند واقعی شیفته است. یاد بگیرن ازش که همه مثل شیفته نمیتونن بخونن. یک، اولا که قلب خیلی قشنگی داره. دوم، شهامت داره. سوم، هر چی بگی در برده، هر چی بگی در صدا و در بردنش هست. و از آقای آریان وطنخواه عزیز تشکر میکنم که این خانم شیفته دعوت کردن. خواهش می‌کنم. دعوت لازم نداره نازنین، ایشون محل خودش از هر زمانی که فرصت بکنه با مشغله زیادی که داره تلویزیون در اختیارش عزیزم. جناب وطنخواه
این هنرمندا بفهمن، اینا نمیفهمن، بفهمن که فقط هنرمند ملی شیفته است. از اینجا بلند میشه، پول هواپیما میده، میره برای نیویورک، میره باشه تو با اون قلب محکمی که داره شامت داره. من به شامت این شیفته دور میرسم، به افتخار میکنم. مرسی نازنین، خیلی فدات ممنون باشم. دوست نازنینم، خیلی از محبتتون سپاسگزارم، تشکر میکنم. وظیفه من است، من حقیقت گفتم، حقیقت. محبت. من وقتی خود دوست که همیشه حقیقت بگم. همینطور عزیزم، روی ماهتو میبوسم نازنین، لطف کردی تلفن کردین. خدا نگهدار. تشکر. خط شماره 2 صحبت بکنیم، بهتون گوش کنیم. درود به شما. درود بهتون نازنین. درود بر من شما. فریدون نیکنهاد، درود بی پایان به شیفته، درود بر شما. جهاننما شیرزن ایرانی و جناب آقای آگر وطنخواه، مدیریت و شخصیت واقعی این پایگاه مردمی. فریدون جان اسم ما رو عوض کردی، آذر دیگه از کجا اومد؟ من از شما بازخواستم که ایشالا دعوت کردید یک به علم سرودم و یک خواهش دارم. 1000 مرتبه شویم زبان به مشت گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی است. من 2 خواهرم از کرمانشاه، پریسا و شیرین از کرمانشاه از شما تقاضای عاجزانه دارن هر ماه یک بار مخصوصا در زمان انتخابات شورای ملی تشریف بیارید و ملت ایران را تشویق به پا خیزند. سپاسگزارم. حتما. من وظیفم هستش که بیام و من خیلی خوشحالم که شیفته جا مردم واقعا دوست دارن. شما نمیدید من چقدر تلفن میگیرن خانم شیفته چرا نمیان. گفتم والا ایشون مشغولن، دارن فعالیت میکنن، هر زمانی آماده باشن تشریف برام لطف کردین تشریف بردین. منم عاشقانه مردم ملت خودم رو دوست دارم. برای که آریایی هستین نازنین، دوست دارم. نازنین شما روی خط هستین، صحبت کنین. درود بر شما. با درود به نازنین. دادباش نوروزی و کاش شیفت جان نزدیک من بود، بغلت میکردم در سرسفاتو. قربونتون برم. یعنی ایران بهت افتخار میکنه. تشکر میکنم. سال هاست که التماس میکنم بابا به زبان انگلیسی صحبت کنید، پلاکات ها رو به انگلیسی بیارید روی صحنه، ولی گوش بدهکار. من ازت تشکر میکنم، امیدوار و من به مادری که دختری مثل شما بزرگ کرده تبریک میگم. قربونتون برم. به این شهامت، به این گذشت، واقعا با این میهن پرستی واقعا هنگی که خوندی واقعا شاکار بوده. و اگر ما فقط 100 نفر زن مثل شما داشته باشیم احتیاج به هیچ کس نداریم. زنهایی مثل شما هستن که میتونن ایران رو نجات بدن. یکشون هم نازنین چیز هستش که صاحب پسری شده بدونه که همه دوستش داریم و تبریک میگیم. امیدوارم خانمایی مثل شما فراوون بشن، یعنی باور کنید 100 نفرم کافیه. مرسی نازنین، فداتو باشم. 6 تا خط روشن. منم شما رو میبوسم، میدونم که موفق میشه. تشکر میکنم بانی نازنین و خیلی ممنون که از مادر من ذکر کردن و اینها. منم خیلی ازتون سپاسگزارم. تشکر میکنم. من به درود میفرستم به مادر نازنینم همچنین. واقعا مادر من یک خودم نزدیک دیدم، باور کنید. قربونتون برم. سپاسگزار هستم. خدا نگهدار. موفق باشین. خدا نگهدار. نازنین صحبت کنین، صداتون پخش میشه. سلام. درود بهتون. جناب آقای دست شما رو میفشارم و دست خانم شیفته رو اگه اجازه بدن میبوسم. درود بر شما. درود به نازنین. تشکر میکنم. خانم شیفته به عنوان یک هنرمند، اون هنرمندهایی که مسئول هستن 3-4 نفری که با هم هستید، میشه با پیش بذارید از این هنرمندان که در حاشیه نشستن یک دعوتی بکنید در یک همایی که مردم رو یک جایی در یک مکانی جمع کنید برای داخل ایران، یک ندایی بدید که ما هم هستیم. از اینها یک تلنگری به اینها بزنید که اینا از خواب بیدار شن. چطوری میتونید این کار رو انجام بدید؟ این نقش شماست. بله البته گویا یک کانونی به وجود آوردن هنرمندا، جایی که اشتباه نکنم توی تلویزیون میدیدم همه هنرمندا حضور البته نداشتن، ولی منظورشون است که بیان به صحنه. بله. برای ملت من اونو دیدم. اون فقط برای اونا نگران حقوق خودن. چه حقوقی؟
80 میلیون حق حقوق خود رو 34 سال از دست داده. این احمقا فکر حق حقوق خودشونن که کنسرتشون رو. ببین نازنین، من طرف شیفته نمیخوام پاسخ بدم، باید خودجوش باشه. لازم نیست کسی رو دعوت بکنن که بره در شورای ملی نامش رو بنویسه. لازم نیست که دعوت بشن خوانندگان بیان برای ایران صحبت بکنن. بعد از 34 سال هر کسی همونطور که شیفته وظیفه خودش میدونه داره این کار انجام میده، باید وظیفه خودش بدونه، موقعیت کشور رو درک بکنه، بیاد به صحنه با هم متحد بشن این کار انجام بدن. برای خب شیفته نازنین به تنهایی نمیتونه جایی رو مشخص بکنه بیاد، باید همشون خودشون با هم دیگه، به خصوص اونایی که ظرف 34 سال درآمدهای خیلی خوبی هم داشتن، بگن یک بار میخوام ما بیایم افتخاری برای ایرانمون کنسرت بگذاریم و مردم بیان. بهتون قول میدم وقتی آهنگای ملی میانی هم زیاد باشه بیش از جا و زمان دیگه اون کنسرت ها رو پر میکنن. البته آریان عزیز میبینی که ایشون پا بذارن بانی این کار بشه. بله، البته من از همین تریبیون استفاده میکنم و از هنرمندانمون این دعوت رو الان به عمل میارم که اتفاقا چرا که نه بیایم و حتی گروهی، تعداد گروه زیادی از ما خواننده ها با هم بخونیم. چه زیبا میشه واقعا، چون انرژی بیشتری به مردم میده. و من خب کار گروهی زیاد کردم، دیدین که با آقای مرتضی، آقای شایان، آقای ستار، آقای شماعی زاده و چقدر خوب میشه که بتونیم 10 نفری، 20 نفری، 30 نفری بتونیم صدای مردم باشیم. و از دوستان دیگه آهنگسازمون و شاعرینمون هم از اونها هم دعوت میکنم که به ما اون آهنگ، اون شعر رو در اختیار ما بگذارن، از کسانی که تنظیم میکنن، کسانی که استودیو دارن، صدا برداران. این یک کار گروهی هست. این تلویزیون در اختیاره که بخوان استفاده کنن ازش. و بیاین این کار انجام بدیم، حتما این کار رو انجام بدیم. و چقدر زیباست که برای نجات آزادی مملکتمون الان زمانش هست واقعا. بله. صحبت خوبی کردین نازنین، من خط دیگه میگیرم با اجازه. امیدوارم که اونها شنیدن. حتما میشنون. مرسی عزیزم. نازنین شما صحبت کنین. درود بر شما آقای وطنخواه. درود بهتون عزیزم. درود بر شما شیفته جان. درود بر شما. درود بر شما. من شیفته خانم شیفته هستم. آخه قربونتون برم. تشکر میکنم. اینکه رفت آخه ما رو که دیگه نگیم. کارتونه این واقعا. البته یه چیزی میخواستم بگم که در مورد خوانندگان و هنرمندگان، این سندیکا برای خودشونه، این برای بیمه خودشونه، این برای من نمیدونم حالا کنسرت اگه کم اومدن زیاد اومدن، این اصلا ربطی به ایران و اینجور چیزا نداره. اینو میخواستم بگم. دومانم این که بعضیا میان میگن فلان خواننده نمیاد میدون، فلان اون یک خواننده چرا نمیاد، چون که اینا ساپورت نمیشن. خب آقای شاهرخ نازنین الان رفتن دیگه، رفتن. یعنی اگه من بهشون زنگ بزنم، باشون صحبت کنم و بهشون بگم که چرا مثلا این پایگاه رو شما ترک کردیم، ببخشید 2 تا فوش میذاره روش، به من میگه این مردم خب اون مسئله عوض بشه کاملا. لیاقت، ببخشید میگن این مردم لیاقتشو ندارن. و چند روز پیشم من در تلویزیونی رفتم و گفتم شما هی میگیم بیا خواننده ها وقتی بیان، وقتی اونجا 20 نفر نباشه، خب معلومه اینا پا میشن یا دبی میرن یا میرن جاهای دیگه، ترکیه میرن، ارمنستان میرن، اردبیل، کردستان میرن میخونن. همینطوره. همینو من ولی شیفته که همیشه پا برجا و واقعا خانم زیبایی این. قربونتون برم. شیفته جان. تشکر میکنم از لطف محبتتون که وقت دادیم به من. خواهش میکنم نازنین، لطف کردیم من صحبت کردیم. مرسی رایا جان. تشکر. البته آریا جان ما الان میخوایم توی این یک آشتی ملی انجام بشه که واقعا یک آشتی ملی باشه و با هم کار بکنیم. ما داشتیم راجع به کار گروهی صحبت کرده، ما بایستی مسائل رو حل بکنیم برای ایران. بله. و انتقاد سازنده رو میکنیم، ولی این نیست که بخوایم خصومتی با هیچ کس نیست واقعا. اینه که همه بیایم، اونا مشکلات خودشون رو دارن و همون حمایت لازمه و مردم ولی یه مقدار مردم هم مسئول هستن میدونید. وقتی میان در صحنه باید مردم به همون طریق حمایت بکنن. و زمانی که میرن مثلا آهنگای مثلا 6 و 8 دارن موزیک تفریحی دارن، اگر آمدن یه دشون به این طرف به همون طریق باید حمایتشون بکنن. دقیقاً. و یکی هم
همین که همون هنرهای مختلف گفتم که از شاعرین و آهنگسازا و اینها بیاین همه با هم دست به دست هم بگذاریم. من این مسئله خیلی جدیه و من راجبش خیلی دارم تاکید میکنم. دوستان نازنین بیاین حتما هر کسی هر طوری که میتونه به هر نحوی هنرش رو بذاره روی میز که ما بتونیم این کار گروهی رو با هم انجام بدیم. میتونه اون مرکز ثقل باشه، تماس بگیرید اونایی که خودتون میشناسین. تلویزیون هم در اختیاره. اگه قراره جای تهیه بشه ما میتونیم کمک بکنیم که همیهنان بیان و واقعا این کنسرت رو برقرارش کنیم. بیان تمامشون برای ایران بعد از یک بار بگن تمام خوانندگان 20 نفر 30 نفر روی صحنه ببینید اینجا واقعا چی میشه. دقیقاً. و این کاری نیست که بخواد آدم به خاطر مادیات بکنه. بیاین هر کسی به نفع خودش یه مقداری زمان بگذاره، اون هنر ذاتی خودش رو بگذاره. ما احتیاج به صدا بردار داریم، به استودیو داریم و عملیه، چون ما نمیخوایم که همه کارو گردن یک نفر بندازیم. وقتی که 10 نفر 20 نفر 30 نفر هر کدوم یه گوشه از بارو بگیرن مسئله کار انجام میشه و این خودش یک نمونه برای کارهای بزرگتر انجام دادن. و به خصوص اعلان موقعیت لازم. لازم خط رو بگیریم. بفرمایید. خط شماره 7 صحبت کنید لطفاً. درود بسیار. درود به نازنین. جناب وطنخواه. درود به عزیزم. این برنامه رو تنظیم کردن و درود به این هنرمند معروف. درود بر شما. و با شهامت خانم شیفته. درود بر شما. من تشکر میکنم از خانم شیفته که یادی از پروین با وفا کردن. بله. پروین با وفا واقعا یک هنرمندی است که آسه همتا کم داره، ولی متاسفانه رسانه ها اصلا از هنرمندانی مثل خانم پروین با وفا اسمی نمیارن. این معرفت خانم شیفته بود که از ایشون یادی کردند. من از جناب آریان وطنخواه خواهش میکنم این هنرمند معروف و با وفا و ایران دوست پروین با وفا رو بیشتر معرفی رو. نازنین من باورم بکنید مرتب در برنامه حداقل هر 2 هفته یک بار موزیکایشون رو پخش می‌کنم، موزیکای شیفته رو و با پروین با وفا نازنین من صحبت میکنم. بارها از این نازنین خواهش کردم بیان در استودیو کنار ما، حتی امشب خواهش کردم اگه دوست داشته باشن بیان روی خط صحبت بکنن. ایشون رو بسیار دوستش می‌داریم و کارهای بسیار زیبایی انجام میدن. درود به شرف شما. آفرین. فدا تو بشم. مرسی که با این صحبت کردین. سپاسگزار برای اینکه یادآوری کردین نام این والای خانم پروین با وفا. تشکر میکنم. نازنین صحبت بکنین صداتون پخش میشه. صحبت بکنین ازم صداتون پخش میشه. جناب آریان وطنخواه منم؟ بله صداتون پخش میشه، در حضور بانو شیفته هستیم. درود بر شما. درود بر شما جناب آریان وطنخواه. و درود فراوان، درود فراوان، درود بیکران من به عنوان یک نظامی ارتش شاهنشاهی ایران به سرکار خانم شیفته. درود بر شما. این هنرمند بسیار 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 شایسته، محبوب. ایسه جان، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. تشکر. زیبایی، دلربایی، خوشپوشی، خوش صدایی. واقعا تو چه کم داری عزیز دل من. یک بانوی آریایی نازنین، بانیان آریایی آزادی وطن رو فقط کرده. آزادی ایران آریایی که واقعا با مایه افتخار همه ما ایرانی ها هستی عزیز دلم. قربونتون برم. خب ببینین جناب آریان نازنین، جواب من همین عشق دوستانه گلم هستش. 1 میلیون ارزش داره. ممکنه که خب کنسرت های آنچنانی در اقصا نقاط دنیا نبوده باشه، ممکنه ثروت به هم ولی چشای زیبا شیفته پر از اشک شده نازنین. عشق مهم بوده. این عشقی که تو دل من خونه کرده. بهتون انرژی میده واقعا. واقعا روی ماهتون رو میبوسم بانوی نازنین. تشکر میکنم. جان مواظب خودت باش عزیزم، چون تو خیلی خیلی برای ما ارزش داری. دلمون نمیخواد که خدای ناکرده زبونم لال گزندی بر اون وجود نازنینش برسه. اهورامزدا ایران مواظب تمامی پرستان واقعی تشکر میکنم. شما مواظب و مراقب خودتون و خانواده نازنین باشین. سال نو بر شما هم مبارک باشه. قربونت برم عزیزم. مرسی نازنین. بدرود. مرسی. بدرود. خط شماره 2 صحبت کنین لطفا. نازنین صحبت کنین صداتون پخش بشه. درود فراوان به تو بانوی زیبا با شخصیت مقدر وطن پرست. درود بر شما. فراوان به مادر تو عزیز. نام تو در تاریخ ایران ثبت شده.
تشکر. بیشتر نیست. خدا نگهدار. سپاسگزارم از محبت و لطف شما. خیلی واقعا مردم نازنینم. واقعا چی بگم من. نازنین صحبت بکنه صداتون رو بشنویم. درود بر آقای آریان وطنخواه، یکی از شیرمردای ایرانی. فدای شما بجان. و درود بر خانم شیفته که وقتی این خوانندگی شما رو دیدم، هنر شما رو دیدم، واقعا به یاد اون ضرب المثل ایرانی ما افتادم که واقعا چیزی که از دل برآید بر دل نشیند. اگه آقای وطنخواه اجازه به من بدین، من یه لحظه یه موضوع خیلی مهمی رو در مورد شورای ملی رو میخواستم عرض کنم. 2 دقیقه صحبت کن نازنین، برای که 3 تا خط الان روشن داریم. نازنین چشم. که بعضیا خیلی میان اواخرا چیکار میکنن، مثلا پرچم‌های خیلی بزرگ درست میکنن که پشت تلویزیون هم شونم پر میکنه. یعنی بله. بعد میان مثلا صحبت میکنن، از رضاشاه بزرگ تعریف میکنن، شاهنشاه آریامن تعریف میکنن، ولی من میخوام به مردم ساده ای که بر اساس عادت سالیان سالی که داشتن و به این تلویزیون ها نگاه میکنن گمراه نباشن. اینا وطن دوستن ولی نمیدونن توسط اینا گمراه میشن. چرا؟ وقتی پرچم شیر خورشید اونجا نگاه میکنن، بله، و ممکنه عکس شاهنشاه هم اونجا نگاه بکنن، خیال میکنن همینه، ولی بدونن که علامت مشخصه این خیانتکارا اینه که شورای ملی رو وقتی توش وارد نمیشن، رأی بهش نمیدن و شاهزاده هم قبول ندارن، این علامت مشخصه خیانتکارا هست. نازنین تمنا میکنم چون بحث داره عوض میشه، خواهش میکنم بزن در برنامه‌های دیگه. امشب شیفته نازنین مهمان برنامه در منزل خودشون هستن، اجازه بدین که همیانا باشون. نازنین هستن که دیگه نازنینیشون دیگه حرف نداره دیگه، همه دارن میگن ما اونها رو مردم نازنین مردم میشناسن اونها رو. حرف نداره. مرسی عزیزم، فدای تو بشم. نازنین تشکر میکنم. مرسی عزیزم. مرسی نازنین. خط شماره 6 صحبت کن لطفا. جناب آقای وطنخواه، درود بده عزیزم. درود میفرستم بر شما. سپاسگزار هستم از اینکه این بانوی بزرگ، بانو خانم شیفته عزیز تشکر میکنم، اشاره کردن که من برای ثروت نیست، ولی خانم شیفته عزیز شما ثروتمندترین زن روی این کره خاکی هستی، به خاطر ایمان، به خاطر قلبت، به خاطر صدات. وقتی که برای ملت ایران اون صدای پر برکتت، واقعا همه در قلب همه هستید و من سپاس میگم به جناب آقای وطنخواه. درود میفرستم به شما و درود میفرستم به خانواده شما. زنده باد شما به ایران و پاینده باد ایران. سرفراز باد محمد رضای پهلوی و جاوید بر بازم ملت ایران. و خانم شیفته شما همیشه بدونید که در قلب همه ملت ایران هستید. خیلی ممنون و سپاسگزار از این همه محبت و مهر شما دوست نازنین. تشکر میکنم، خیلی زیاد پاینده ایران. نازنین شما صحبت بکنین، بانو شیفته بهتون گوش میکنن، من گوش میکنم. صحبت کنین لطفا. عزیزم صداتون پخش میشه، صحبت کنین. من خط دیگری بگیرم. نازنین صدا شما پخش میشه اگه صحبت کنید. درود بر شما نازنین. خانم شیفته حتما خدمتتون بگم که امیدوارم، درود بر شما آقای شیفته، امیدوارم که دور از جای شما دارم اینو میگم، در بلای اگه قرار زبون هم باید سراغ شما بیاد بخورید سر این گوش وطن. نازنین خواهش کنم به این طرف صحبت نکنید. نازنین شیفته نازنین صحبت از آشتی ملی کرد، خواهش میکنم آریایی صحبت بکنید. الان آره موقع همبستگی و اتحاد هستش واقعا. فقط من میخوام بگم بعد از خط شماره 1 صداتون داره پخش میشه، صحبت کن نازنین. جناب آقایان درود به عزیزم، صداتون داره پخش میشه. درود بر شما و مهمون عالی قدر. درود بر شما. شیفته از اسلام تعریف ها نسبت به شما شد بازم کم هست، ولی من میخواستم بگم بعد از شاهزاده رضا پهلوی سرمایه ملی دوم شما هستید. واو، خواهش میکنم. سر مطلب اصلی و اون این هست که الو صداتون پخش میشه نازنین، صحبت کنید. بله.
ببینید در تمام حرکت‌های ملی و حرکت‌های انقلابی در تمام جهان خواننده‌ها نقش بسیار بزرگی ایفا کردند، غیر از خواننده‌های ایرانی که فقط ما شما رو داریم و چند نفر دیگه. من از شما خواهش میکنم، شاید راجع به این صحبت شده، من الان برنامه رو باز کردم، غیر از کنسرتی قراره بذارین یک برنامه بذارید که یه اتحادیه درست کنین از خواننده ها برای مبارزه با این خائنینی که در الان کشور را واقعا به غارت بردن و خواننده ها میتونن نقش بسیار مهم و نقش بسیار اثرگذاری بازی کنن، ولی متاسفانه همه که خودشون کنار کشیدن غیر از چند نفر شما. اگر این امکان براتون هست بتونید این کار رو انجام بدید، یه اتحادیه‌ای به وجود بیاره که تمام خواننده ها در حرکت های بعدی اینا موثر باشن، کنسرت های دارن که بساب هزینه و درآمد اینها در راه مبارزه مخصوصا شورای ملی که لازم داره این همچین کمک هایی بتونه نقشی ایفا بکنه. خیلی ایده خوبی هستش. من واقعا قدردانی میکنم از این همه تراوش افکار و نظریاتی که میدن. همیناست که ما میتونیم کاری بکنیم، آجر رو آجر بذاریم و بله کاری بکنیم، خونه رو بسازیم. از همین جاها باید شروع بکنیم. همینطوری که بله منم توی حرفه خودم حاضرم این کار انجام بدم، بیایم تجمع درست بکنیم، کار گروهی انجام بدیم و کسان دیگه هم در رشته و حرفه خودشون این کار رو بکنن. شفتون حتما بعد از برنامه در روزهای آینده راجع به موضوع فکر بکنیم و واقعا تلویزیون پادرمیونی بکنه. الان شرایطش هم هست. الان این تلویزیون که شما در ریاستش هستین در اختیار مردم. بله شما به ما این فرصت رو دارین میدین، ما این قشنگ این اینجا داریم میتونیم ویدیوها رو پخش بکنیم. من از گروه‌های مختلف، از کسانی که این اتحادیه که دارن صحبتشو میکنن بسیار حرفشون متینه، خیلی قشنگه، چون من الان خودم کاملا حمایت میکنم کار گروهی کردن رو. همینطور باید این کار گروهی باشه وگرنه دموکراسی به وجود نمیاد. ما باید اول با هم تیم ورک داشته باشیم، همکاری بکنیم، مشارکت بکنیم، بتونیم سر میز با هم یک جا بشینیم، با هم برخورد خوب داشته باشیم، درک داشته باشیم. این آموزش میخواد این کار. این مشارکت کردن باید یاد بگیریم، تمرین باید بکنیم. این کار خیلی قشنگه. من از همین میکروفون از دوستانم، کسانی که اگر ما یه سقف لازم داریم که اونجا این میتینگ‌ها رو بذاریم، اگر کسی این کار رو در اختیار ما بگذاره که ما بتونیم این جلسات رو یه جای مکانش رو لازم داریم، هنرمندارم بهتون قول میدم اگر که باشه، اگر که این خب بالاخره یه مینیمم، یه حداقل امکاناتی لازمه که ما بتونیم اینا رو به مرحله عمل در بیاریم. بله. ما میتونیم روش کار کنیم. مکان میخوایم، همون هنرمندای دیگه باید هنرش رو در اختیار ما بذارن و بسازیم، خلق بکنیم و کارو جلو ببریم. من موافقم 100%. نازنین صحبت بکنیم، وقت زیادی نداریم و بهتون گوش میکنیم. جانم. درود به نازنین. به زودی در ایران در تمام شهرستان ها سالن هایی درست میشه به نام سالن های هنر شیفته نمونه زن ایرانی برای پرورش استعداد دختران و خانم های ایرانی، بانوان ایرانی، و ایشون نمونه میشه برای تمام خانم های ایرانی از نظر پوشش، رفتار، اخلاق و عشق به ایران. تشکر میکنم، خیلی ممنون، واقعا لطف دارین. من شرمنده میشم. امیدوارم که این دختران و خانم هایی که در ایران، در کشور ما، این همه استعدادها، این همه مغزهای متفکر، اینها اون روز عملی بشه که اینها شکوفا بشن. همینطور خواهد شد، در پیشه برای ایران. نه بایستی فقط اون فرهنگ ناامیدی و شکست رو از خودمون دور کنیم، باید دوباره مثبت فکر کنیم، دوباره با هم باشیم، دوباره آشتی ملی رو واقعا انجامش بدیم. خیلی مهمه. در این سال جدید کینه ها رو بذاریم دور، همه بیایم با هم بر آزادی ایران. عشق یک پیام بی نهایت
همیشه بوده، با اون جان جهان، با اون جان جهان ما با واقعا. اون عشق میتونیم باز خونه رو بنا بکنیم. و ما ایرانی ها همیشه پیام نیک، گفتار نیک، همیشه فلسفمون این بوده، از دستش دادیم الان. و دوباره باور کنید ساده است، فقط باید این کینه رو بریزیمش دور. میتونیم قلبمون رو باز افکارمون رو همه رو بشوریم، فقط یه تصمیم لازمه، فقط یک تصمیم. یه آخرین خط رو بگیریم بانو شیفته ایزی بدیم. ناظرین شما آخرین خط هستین، صحبت بکنید. درود بر شما جناب آیان وطنخواه عزیز. درود بر بانو شیفته گرامی. درود بر شما. ورود این بانوی گرامی و این هنرمند ارزنده رو به تلویزیون ایران آریای خیر مقدم عرض میکنم و سال جدید 2572 شاهنشاهی هخامنشی رو به بانو شیفته هنرمند گرامی شادباش عرض میکنم. شیفته عزیز، شما یک سرباز فداکار وطن و یک هنرمند ارزنده هستید که همیشه پرچم مبارزه رو در دست داشتید. درود فراوان به شما. تشکر میکنم. من همیشه برای شما ارزش فوق‌العاده قائلم، برای که یک نظامی هستید که در عرصه وجود همیشه وجود داشتید و هنر خودتون رو هرگز با پول عوض نکردید، بلکه برای اون به مقیاس یک وطن پرستی و آزاد کردن ایران براش قائل بودید. درود فراوان به شما. شیفته عزیز، من از شما خواهش میکنم سروده ای رو